اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه مباحثه‌های عمومی اجلاسی 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی ملاقات نمودند. در ملاقات تحکیم میبعده مناسبت‌های تاجیکستان و ایران و مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شد. رهبران دو دولت از مکالمه سازنده سیاسی اظهار قناعتمندی نموده ادامه موفقانه رابطه‌ها پیش از همه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، انرژتیک، نقلیات و ترانزیت، سیاحی، همکاری بسیار سمته منطقه‌ها و ولایت‌های دو کشور، افزایش پروازها بین دو کشور و ساده گردانیدن رفت آمد مردمان دو کشور را ضرور شمردند. تأکید گردید که تطبیق عملی برنامه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور تا سال 2030 و ادامه فعالیت با ثمر کمیسیون مشترک بین حکومتی برای عملی سازی هدفها اهمیت خاص خواهد داشت. در جریان واخوری رهبران دو دولت همکاری کشورها را در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای آن، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی محاکمه کردند. در رفت ملاقات جانب‌ها عاید به افزایش تهدید و خطرهای معاصر از قبیل تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و جنایت‌های کیبری که به وضع امنیتی کشورها مشکلات جدی ایجاد می‌نمایند تبادل اندیشه نمودند. وابسته به وضع افغانستان تاکید کرده شد که تاجیکستان و ایران به حیث همسایه‌های نزدیکترین به برقراری صلح و ثبات در این کشور بیش از دیگران منفعت دارند. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به دیگر مسائل مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند.